یک چند سنت های روز جمعه: یکم غسل کردن، دوم خوشبویی زدن، سیوم مسواک کردن، چهارم پوشیدن لباس زیبا، پنجم خواندن سوره الکهف، ششم به مسجد بر وقت رفتن، هفتم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن، هشتم دعا کردن. ایضاح: در روز جمعه یک ساعت است که اگر انسان آن را غنیمت شمارد و به سوی الله دست دعا بردارد، امید کرده می شود که الله مهربان دعایش را بپذیرد و قبول کند. آن ساعتی که در آن دعا مستجاب می شود، گروهی از عالمان گفتند که بعد از گفتن اذان جمعه شروع می شود تا به پایان رسیدن نماز جمعه. گروه دیگر گفتند که بعد از نماز عصر شروع می شود تا فرو رفتن آفتاب. خلاصه در روز جمعه تا آنقدری که می توانیم دعای بسیار بکنیم، امیدوارانه که الله شنوا و بینا دعایمان را بپذیرد.